چی شد که تونستین 200,000 تا فالوور اونم تو کمتر از 3 ماه بگیرید؟ ببینید برای پیج رستوران وی آی پی ما خب این پیجمون حداقل 11 سال خدمت داره و تو این 11 سال ما تجربیات زیادی کسب کردیم. هر بار یه چیزی، یه موضوع، یه محتوایی بولد میشد، ترند میشد و این بار سعی کردیم یه مقدار هوای مشتری ها رو داشته باشیم، یه مقدار حس خوب بیاریم، تزریق بکنیم به فالوور هامون و حالشون خوب بکنیم و این رمز بود که تونستیم فالوور خوبی بگیریم که البته فالوور هامون مشتری خوبی هم شدن برام. یه طلا فروش آقای مظاهری زدن که توی تقریبا 2 هفته 40,000 تا فالوور هم واسه اون پیج گرفتیم. بله اونم همین حس خوب و اینا بله بوده. ببینیم ما این حس حالی که انتقال میدیم به مشتری و مخاطبمون، افراد بیننده باش خیلی ارتباط میگیرن و حس خوبی دارن و باعث میشه که فالو بکنن تا بتونن جریان بعدی رو دنبال بکنن و به همین دلیل رشد خوبی داشتیم توی پیج و همونطور که گفتم مشتری خوبی هم از طریق پیج داریم که انشالله بتونیم رو سفید باشیم و خدمات خوب بهشون بدیم. با چقدر سرمایه وارد بازار شدین؟ پدرتون پولدار بودن بهتون سرمایه دادن، مسیرش چجوری بوده؟ خدمت عرضم، من در سن 21 سالگی متاسفانه پدرم از دست داد. همه افرادی که من از نزدیک میشناسن میدونن که من هیچ سرمایه اولیه برای هیچ شغلی نداشتم، ولی شکر خدا جسارت خوبی داشتم که اون رو از پدر به ارث برده بودم و خیلی برام گنج نبود که بخوام یه شغل راه بندازم چون خیلی از بعدش نمیترسیدم و به هر حال آدم هر اقدامی که بکنه و هر برنامه‌ای رو بخواد اجرا بکنه تو مسیر راه رو پیدا میکنه و منم اعتماد کردم به خودم، شروع کردم و شکر خدا موفقم. اولین ایده برنده‌ای که داشتین چی بود؟ این که ایده برنده رو از کجا آوردم؟ من با خواهرم که دعوتش کرده بودم توی رستوران خیلی خوب، رفتیم اونجا غذا بخوریم. خیلی جالبه بدونین که حالا شاید خانم‌ها این موضوع بهتر درک بکنن، وقتی یک مادری پا به ماه هست به اصطلاح به همه چی قولی رو دوست همه چی داره دلش بخوره. میخواد بخور. رفتیم 5 6 نفر بودیم، رفتیم یه رستوران خیلی خوب نشستیم و خواهرم گفت که من ماهیچه میخوام. بعد یه ثانیه بعد گفت نه من کباب. باز گفت نه من دلم میخواد یه ماهی فلان. آقا ما تصمیم گرفتیم که 5 6 نفره بیان یه 5 6 مدل غذا رو سفارش بدیم از بهترین های منوی اون رستوران، شیر بکنیم دیگه، حالا هر کی هر چی دلش میخواد استفاده بکنه. و دیدین چقدر این کار جذابه؟ دیدم خیلی جذابه. بعد که بلند شدیم از سر میز رفتم حساب کردم، خب عدد قابل توجه بود. چیزی که اتفاق افتاد دیدم که من سهم خودم 1 پرس غذا بود، به اندازه 1 پرس غذا هزینه کردم برای سهم خودم، ولی از 6 مدل غذا استفاده کردم. دیدم چه جالب، چرا این موقعیت، چرا این شرایط رو برای عموم فراهم نکنیم. همون لحظه ایده داشتن یک رستوران سلف سرویس یا به روایتی بوفه با منوی باز اومد تو ذهنم و کمتر از شاید 6 ماه بعد اولین رستوران سلف سرویس من احداث شد و شکر خدا با یه استقبال خیلی قابل توجهی هم مواجه شدیم و تبلیغاتی که اون موقع کردین چون نمیشناختتون دیگه، فقط پالایشگاه میشناختن. بله. تبلیغات کردین چی بوده تو اون زمان؟ از بنرهای سطح شهر استفاده کردم، در قالب کامینگ سون به زودی اومدیم تبلیغ کردیم که فلان رستوران با فلان منو و فلان شرایط فلان روز افتتاح. و جالبه بدونی روز افتتاحیه با یعنی بزرگترین دغدغه ما روز افتتاحیه اون حجم زیادی از آدم‌هایی بودن که اومده بودن برای یعنی استقبال خیلی شدیدی شده بود. یعنی دغدغه شد دقیقاً. یک برای تبلیغاتتون، دو برای ایده برنده. ایده خیلی جذاب بود و تبلیغات هم به هر حال خیلی اثرگذار بودن. البته این یکی از ایده هاییه که آقای مظاهری استفاده کردن. ایده بعدیتون اینستاه. چی شد که اومدین سراغ اینستا؟ تو حوزه کسب و کار اگر قرار باشه شما موفق باشین باید بروز باشین، آپدیت باشین و تبلیغات رو جدی بگیرید. ولی زمانی که ما تصمیم گرفتیم یه بلاگری رو بیاریم جلوی دوربین و با مردم ارتباط برقرار بکنیم، کمتر از 3 4 ماه 70 80 هزار تا فالوورمون شد 300 خورده هزار. یه نکته که وجود داره خیلی میترسن از اینکه یه نفر دیگه رو بذارن جلو دوربین، اصلا خودشون فقط جلو دوربین باشن. موردی نداره که ما نفر دیگه آدم خلاق کسی که ایده پرداز هست همیشه برای مشکلی که به وجود میاد راهکار پیدا میکنه. اصلا نگران نباشن که حالا ما یک نفری رو میاریم جلوی دوربین، حالا یه روز رفت چی میشه. یه روزی که رفت یه سناریوی خیلی قشنگ گفته میشه، به خداحافظی خیلی شیک باش میشه، یه سلام هم با یه نفر بعدی میشه. تجهیزاتی که استفاده کردین چقدر بوده هزینه؟ یعنی فقط یه گوشی معمولی بود؟ یه گوشی معمولی بود. چی بوده مدل گوشیتون؟ البته حالا معمولی یه گوشی آخرین مدل آیفون 15 منظورتونه؟ بله. ببینین میکروفون هم داریم، تجهیزات داریم، سپایه داریم، ولی توی یه گذر زمان به این نتیجه رسیدیم که همه چی باید ریل باشه، همه چیز باید یعنی محتوای موجود جلوی لنز باید جذاب باشه. خیلی تجهیزات نه که موثر نباشه، ولی بهتره ایده خوب بدین تا یه تصویر خوب بگیرید. همون باعث
باعث دیده شدن، فالوور گرفتن و بعضا حس اعتماد که حتی من کسایی که پیج ما رو همراهی میکنن میدونن که من فالوورای من یعنی کامنت های منفی توی پیجم رو پاک نمیکنم. من خودم زیاد خوندم کامنت های منفی. کامنت های منفی همه از من سوال میپرسن آقا چرا پاک نمیکنی؟ مگه دست خودت نیست؟ گفتم خب آخه من وقتی از صبح تا شب از شما تعریف بکنم مشخصه دارم دروغ میگم دیگه. باید 2 تا عیب از شما بگم تا ساعت تعریفت هم معنی پیدا بکنه. یعنی یکی از چیزای وجه تمایز شما اینه که واقعیت‌ها رو واقعیت دقیقاً چه خوب چه بد. اگر یه جا بد دیده شدین میگه آقا ما اینجا بد دیده شدیم دقیقاً. به هر دلیلی. آقا یه بار اتفاق افتاده دیگه. قرار نیست همیشه بهترین باشه. همیشه بهترین بودن کار دشواری است، کار غیر ممکنی است. هیچ کی بهترین نیست، بهترین مطلقی وجود نداره، همه در حال رشدن. ولی مسئله چه هست؟ بعضی وقتا انتقادها اصلا انتقاد نیست. بعضی انتقادها یه جور اطلاع رسانیه. طرف اومده نوشته که آقا من اومدم اینجا کلی معطل شدم تا مثلا فلان غذا شارژ. خب بیننده اگر عاقل باشه باید بررسی بکنه که آقا معطل شدن برای شارژ شدن فلان غذا مگه غیر از این هست که این غذاها تازه داره آماده میشه؟ بیننده یا اون شنونده عاقل میاد اینو میخونه این کامنت منفی رو و پیش خودش میگه که این غذاهاشون تازه است، غذا تازه به تازه شارژ میشه. ولی کسی کوتاه بین باشه میگه خب وقتی رفتیم اونجا شاید معطل بشیم تا غذا شارژ بشه. 100 نفر شاید 2 نفر هم معطل بشن، ولی وقتی معطل میشن یه غذای تر و تازه میاد جلوشون که از خوردنش لذت میبرن. یه ایده این دیگه دلیله از که ما شما کامنت رو پاک نمی‌کنیم. شما گفتین من یه بخش زیادی از درآمد رستورانم از مراسماتیه که اینجا گرفته میشه. بله. چجوری تونستین مراسمات رو جلب کنین این سال؟ ما رکورد پذیرایی از 380 نفر رو در 16 دقیقه داشتیم. یعنی شما یکی از دیگه ایده های برندتون اینه که آقا زمان بله پذیراییتون واسه مهمونی‌های بزرگتون به شدت پایینه. آقای مظاهری چند ساعت تو روز واسه خودش وقت میذاره، چند ساعت واسه تفریح وقت میذاره، چند ساعت واسه کار وقت میذاره، چند ساعت واسه خواب وقت میذاره؟ تقریبا از ساعت 7:30-8 صبح که بیدار میشیم و 8:30 که از منزل خارج میشیم تا 12 شب بیرون تو محیط سیتی سنتر، تو محیط رستوران و گالری طلا درگیر کار هستیم. یعنی به نوعی تفریح و کارمون شده تو همین فضا و واقعیتش اینه که من لذت میبرم. شما چند ساعت در هفته در ماه برای آموزش خودتون وقت میذارید؟ من تقریبا بخوام حساب بکنم روزانه حداقل 2 ساعت، 1 ساعت و نیم 2 ساعت رو درگیر آموزش. چه جور آموزشی؟ کتاب میخونین؟ ببینید من تو حوزه کاری خودم باید رصد بکنم ببینم کجا چه خبر هست، هم به لحاظ متریال، خروجی کار یعنی پخت و پز غذا، اونور تو بحث طلا، کارهای جدید، محلهای جدید برای خرید، نحوه بارگذاری ویدیوهایی که داریم. هر روز سوالاتی برای خودمون داریم که دنبال جواباش میگردیم و برای اینکه جوابشو به دست بیاریم همش تو مطالعه و پیگیری و سرچ هستیم تا جواب این موارد رو پیدا بکنیم و این خودش میشه آموزش. شما الگوریتم خاصی استفاده میکنین؟ ساعتهای خاصی پست میذارین یا نه هر وقت دوست داشتین؟ ببینین الگوریتم خاصی وجود نداره برای اینستاگرام، نه که وجود نداره، خود بی الگوریتم خودش یه جور الگوریتمه. ولی ما به واسطه شغلمون، چون شغل ما رستورانه، استراحت مردم و تایم خلوتی یا تایم بیکاریشون، و همین دلیل شغل من به من این فرمان رو داده تو پیجم که آخر هفته ها بارگذاری کنم. سوالی که میخوام واسه مخاطبین جواب بدیم، فرض کنیم بچه خودتونن، چه کاریو بهشون پیشنهاد بدیم؟ به نظرشون چه کاری الان بزنن موفق میشن؟ ببینید اینکه چه کاری رو بزنن که موفق بشن، من هر کسی یه داده، یه دیتایی تو ذهنیت خودش داره به واسطه تا اینجای عمرش، حالا شغل پدر، محیطی که بوده یا هر جایی، از اون محیط یا از اون داده هایی که تو ذهنش داره میتونه از خلاقیتش استفاده بکنه و یه ایده‌ای به حال استخراج میشه که حتما موفق خواهد بود اگر درست عمل بکنه. منتها از ایده مهمتر چیزی که واجب هست اینه که منتظر چیزی نمونن. وقتی یه فکری به ذهنشون میرسه که درست هست حتما اقدام بکنن، برن انجامش بدن و نترسن. هیچ کسی رو به خاطر کاری کرده بازخواست نمیکنن، همیشه افسوس برای کاری نکرده است. و در کل اگر بخوایم من چه توصیه برای پسر خودم داشته باشم یا برای بچه خودم، دختر خودم، اینه که به نظر من تو ایران به خاطر تورم، به خاطر بی‌ارزش شدن روز به روز پول، اگر شغل هایی که در حوزه دلار وابستگی به دلار داشته باشه، اون انباشته انباری که ایجاد میشه مثل ابزار فروشی، مثل لوازم برقی یا هر شغل این چنین،
اون رو از تورم جا نمیندازه. حالا یا هر شغل، کار تجهیزات مصرفی که با دلار تهیه میشه، اینا عقب مونده از بازار، هیچ وقت پیدا نمیکنن و توصیه برای جوانانی که تو این حوزه فعالیت کنن. اگر بچه خودتون بخواد یه کاری را بندازه، از لحاظ سرمایه کمکش میکنین یا ماهیگیری رو بهش می‌کنین؟ من سعی میکنم ماهیگیری یادش بدم. من همونجور که میدونی یه مغازه طلا فروشی ایجاد کردیم که داریم مسیر طلا فروش شدن بچه‌های من رو طی میکنه. دارم مسیرشون نشون میدم. یعنی سعی میکنم که تا میان به اون مرحله بهره برداری و استقلال برسن، هر چقدر لازمه تو مسیر یاد بگیرن که بعد دیگه رو پای خودشون باشه، ولو به قیمت خراب کردن مشتری، خراب کردن محصول، اشتباه کردن، پول از بین بردن. هر اتفاقی قرار بیفته تا من هستم اون مسیر رو طی میکنن اتفاق بیفته که بعدها بتونن مسیر یاد درست رو پیش پخته ای بگیره. باشن. به نظر شما آدم میتونه چند تا شغل داشته باشه و با چه شرایطی میتونه؟ بهتره که اینطوری نباشه. اگر که به یک کار متمرکز باشه هر شخصی، قطعا موفق تر. یک کاری بودن بهتر از 10 تا کار بودن. حالا یه قاعده است که همیشه همه میدونن، منم تاکید میکنم. دلیل وجود مغازه طلا فروشی من دقیقاً به خاطر سوال قبلتون، یعنی عملاً بخوام حساب بکنم چرا من مغازه طلا فروشی زدم، من یه دانشگاه کوچولوی خصوصی برای تأسیس بچه‌هاتون کردم برای زدین. بچه‌ها. ایده برنده بگین به بچه‌ها که ازش استفاده کنن و بتونن واقعا برنده شن. به نظر خودتون به نظرم بهترین ایده‌ای که میتونن داشته باشن این که از هیچی نترسن. هر کی جرأت اجرا کردن داشت برنده شد. وقتی راه بیفتی، اقدام بکنی، حرکت بکنی، کلا ایده شما هم اصلاح میشه.